إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آیات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از اینکه یادآوری کرد از اینکه توصیه های ابراهیم خلیل الله و اولادش که از جمله انبیاء علیهم السلام یعقوب علیه السلام بود و اسحاق علیه السلام بود چی توصیه های داشتن، مردمایی که بعدی بودن و همیشه این لاف می زدن که ما اولاده تر شخصیت های هستیم که اگر خود ما عمل نیک نداریم لیکن پدرها و اجداد ما خیلی مردم ورزیده است. در روز قیامت سفارش ما را میکنه. الله تبارک و تعالی این پندار نادرست و بی اساس رد کرد. گفت هر کس مرهون عمل خود یا در گرو عمل خود می باشه. این درست نمیشه که یک کسی لاف بزنه که پدرم خوب آدم بود یا بابایم خوب آدم بود. گپ در سر است که منهج خود انسان چی رقم است، عقیده خود انسان چی اهمیت داره، عمل خود انسان چی قسم است. از او خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا سری از وارد که تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. در اینجا رد بالای از واش. در اینجا الله تبارک و تعالی رد به یک پندار دیگه از واسطه یا دعوا میکرد که هر کس در یهودیت داخل شود او راهیاب میشه و نصرانی ها هم میگفتن. الله تبارک و تعالی در مقابل جواب اینمی سوالی از یا اینمی ادعای از یا میگه که نه، اصل امو ملتی که ابراهیم خلیل الله یعنی روشی را که ابراهیم خلیل الله داشته و نمو روش کامیاب است. چرا؟ به خاطر که او خالی از شرک است و شما مکمل روشایتان مملو از شرک است. شرک اعظمترین یا بزرگترین گناهی است، چرا که در حق الله تبارک و تعالی ظلم زیاد میشه. الله تو را پیدا کرده و تو هم با امر الله تبارک و تعالی شریک مقرر میکنی. در حقیقت این ادعاهایی که ها میکردن که ما راهیاب هستیم، الله بیان از این را میکنه که شما راهیاب نیستی. چرا؟ به خاطر که در دین الله حنیفیت ضروری است او حنیفیت تقاضای از این را میکنه که انسان از هر گونه از هر قسم چیزای دیگه معرض باشه، روی بگردانه طرف الله تبارک و تعالی، یعنی بندگی را خاص برای الله تبارک و تعالی بسازه. شرک قطعش یک جا نباشه و شما بندگیتان مملو از شرک است. چرا که یهود عزیر علیه السلام نعوذ بالله ابن الله میگفتن. مراد از ابن الله نایب الله یا است که نازدانی الله، و نصارا هم عیسی علیه السلام میگفتن که ابن الله است. ما بعد از یادآوری کتاب الله تبارک و تعالی بر ما واضح میشه که بزرگترین گناه در قرآن کریم شرک نامیده شده و امتها و ملتها که لاف میزدن که ما برای هدایت هستیم، الله سری از رد میکنه. علتش است که وا مبتلا به شرک بودن. امروز اگه امت پیغمبر علیه السلام با ادعای خود که خود امتی پیغمبر میدانه اما اعمال شرک میکنه، قابل لاف زدن نیست و نه ادعا کرده میتونیم که ما در راه حق هستیم. زمان ادعا کرده میتونیم که یقینا روش ابراهیم خلیل الله را در پیش بگیریم. از او خاطر الله تبارک و تعالی امر روش ابراهیم خلیل الله را در اینجا برای ما معرفی میکنه. و قالو گفتن کونو هودن، شوی شما یهود او نصارا. یهود میگفتن شما یهود شوی. اینی را مردم میگه خود محوری و نعوذ بالله خود پرستی و انحصار حق در خود میدانن، حالان که حق شده میتونه در هر طایفه موجود شود. نصارا میگفتن نه، شما نصارا شوید تهتدو، شما هدایت یافته میشوین. این را مردم میگه ادعای بی اساس. چرا؟ یک کسی را دعوت به دینی که محرف شده و کسانی که دینی واقعی نداره، کی هدایت برش حاصل میشه؟ زمانی به یک دین دعوت داده میشه که او واقعا ضمانت هدایت بکنه، او راه های صحیح و سالم داشته باشه. در او وقت یک کسی را آدم دعوت داده میتونه، او در حالی که خودت راه حق پیدا نکرده چطور کسی دیگری را تو دعوت داده میتونی؟ این بسیار درس عظیم به ماست. امروز هم گروه های مختلف، مذاهب مختلف، هر کس عرض اندام میکنه و تلاش میکنه، میفرماید میگوید که ما حق هستیم و گروه ما حق است، حالان که اصل حق کتاب الله و سنت رسول الله است. دعوت دادن به یک
گروه شخصی این درست نیسته. الله تبارک و تعالی اینمی قسم ادعاها را رد میکنه. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بگو ای پیغمبر علیه السلام در جوابی مردم، بلکه ما تابعداری میکنیم از ملت، یعنی آیین ابراهیم خلیل الله، آیینی که تحریف نشده، آیینی که تغییر درش نآمده. حنیفا، یکی از صفات ابراهیم خلیل الله ای بود که او حنیف بود، مایل به سوی حق و اعراض کننده از همه امور باطل، از ما سوی الله مکمل روی خود دور داده بود طرف الله تبارک و تعالی. دین اسلام مکمل تسلیم شدن به سوی الله تبارک و تعالی و به دین الله تبارک و تعالی است، نه که نعوذ بالله در او شرک آدم پیدا بکنه. از اینجا معلوم میشه که ادیان یهودیت و نصرانیت با وصفی که ادعا میکردن ما هم در ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، الله سرشان رد میکنه. علتش است که صحیح است که دین ابراهیم خلیل الله دین واقعی بود، لیکن مردم گرفتن در او زیادت و کمی کردن، تحریفات کردن. از او خاطر اصل دین ابراهیم خلیل الله را که صحیح صفا باشه، سالم باشه از انحرافات، او را پیغمبر علیه السلام عملی میکنه. و ما کان من المشرکین. بسیار علامه بزرگ دین ابراهیمی همی بود که در او شرک قطعا دیده نمیشد، چرا که ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که اول مبارزه با شرک نموده، یعنی شرک رد کرده. او شما خو نعوذ بالله همیشه در شرک مبتلا هستین، کارایتان شرک است. این با وصفی که رد بالای یهود و نصارا است. خب ما مسلمانان دعوا داریم که به ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، اما تمام زندگی ما از تولد گرفته تا مرگ نعوذ بالله در شرک تیر میشه. ندا و آواز ما به غیر الله است، حفاظت و نگهبانی خدا به غیر الله میسپاریم، به پناه غیر الله میدهیم و در وقت مشکل خیلی زیاد نعوذ بالله صدا و آواز به غیر الله میکنیم. پس چطور ما ادعای ملت ابراهیمیت میکنیم در حالی که یکی از علامات خیلی مهم ملت ابراهیم بودن عدم شرک است، که شرک دو نباشه. قولوا آمنا بالله، اینی برنامه ملت ابراهیمی است که همین برنامه را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی کرده. این برنامه است که در اینجا قطعا تبعیض وجود نداره. کل پیغمبران علیهم السلام که از جانب الله تبارک و تعالی آمده برای رهبریت بشریت، ما به سر و چشم قبول داریم. مردمانی بودند که الله انتخاب کرده بود برای رهبریت و او مردم رسالت خود انجام داده. پس در راه از روان شدن این سبب هدایت انسان میشه. عجیب است، شما میگی یهودیت و دیگه تان میگی نصرانیت، یک پیغمبر قبول داری و دیگر رد میکنی، حالان که از یک منبع واحد آمده. معلوم شد که دین شما سبب هدایت نمیشه. چرا؟ که پیغمبرها را یکیش قبول داری دیگر نه، در حالی که یک پیغمبر رد کردن در حقیقت کل انبیاء علیهم السلام رد کردن است. چرا؟ هر پیغمبر که آمده تایید پیغمبرای دیگر کرده. اگر تو یک پیغمبر رد میکنی اما گپ پیغمبری خود قبول نداری، چرا که او گفته که اینمی پیغمبران حق بوده. این یک درس دیگه هم برای ما میده. امروز دعوای حنفیت هر کس میکنه، ما حنفیستیم، یقین به الله بکنی حنفی نیسته. چرا؟ به خاطر که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که به قول ما کسی فتوا داده نمیتونه تا وقتی که دلیل از قرآن و حدیث برش پیدا نکنه. یک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرموده اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هرگاه حدیثی صحیح ثابت شوه اونو روش مس بعد به او روان شوه. لیکن امروز امی کسایی که داد از حنفیت میزنه امو روش اختیار نمیکنه، حدیثا صحیح ثابت میشه لیکن این مردم سرش عمل نمیکنه، در حالی که امو روشی که مخالف حدیث است از خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمی باشه. فقط یک عالم حنفی به نام حنفی چیزی را نوشته کرده، مثل صاحب خلاصه واره. صاحب خلاصه حتی مصنفش هویتش مجهول است. شما مقدمه شرح وقایع را بخوانید، در اونجا مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه بسیار گپای سودمند و مفید زده. یقینا کسی که انصاف داشته باشه درک میتونه. مولا علی قاری رحمت الله علیه دو رساله جور کرده برای اثبات اشاره و بعد از او رد کرده بالای کیدانی که در ظاهر مؤلف خلاصه است. لقد اغرب الکیدانی، کیدانی بسیار غریب گپ گفته. چرا؟ به خاطری که نعوذ بالله سنت رسول الله را حرام گفته. بازو میگه که اگر گمان نیک سری تو را آدما نشود و تاویل قولش نشود ما فتوای کفری تو را آدم میدادیم، به خاطری که به سنت رسول الله حرام گفته، لیکن تاویل قولش میشه.
لیکن نه، متاویل قول هم صحیح نیست. چرا که اهل الحدیث گفته، اهل حدیث خو بخاری مسلم امو بزرگای هستند که واقعا از سنت و تعلیمات پیغمبر آگاهی مکمل داشتن. چطور نسبت اشاره را به وا بکنی و بگویی که حرام باشه؟ امروز کسایی که دعوای حنفیت میکنه یقینا قول امام خودم قبول نداره. چرا؟ به خاطر که امام برش کدام توصیه کرده سر از او عمل نمیکنه. پس در حقیقت یا حنفی نیستن. ما همیشه میگیم که اصلا حنفی ماستیم. ما میگیم امام صاحب بر ما توصیه کرده، هرگاه سخن متضاد با حدیث پیغمبر پیدا کرد، حدیث پیغمبر بگیری و همون مسلک هم است. یا به من نرسیده، یا بر ما ضعیف رسیده سندن، یا برش معلومات نشده، از او خاطر او گردن خود خلاص کرده، ذمه‌واری خود مکمل خلاص کرده، امور به ما سپرده. اما ماستیم که نه خشک میبینیم نه تر. حدیث پیغمبر مثل طلوع آفتاب باره خب روشن معلوم میشه. ما تنها بانه میکنیم که در مذهب ما ذکر نیست. چرا؟ در کتاب فقه ما ذکر نشده. خلاص کتاب فقه کتاب حدیث نیست. کتابای حدیث بخوان، عمل کردی پیغمبر علیه السلام برات معلوم میشه. قولوا آمنا بالله، بگوی که ما ایمان به الله داریم. سعی کنی اولین امر ایمان به الله تبارک و تعالی است. یعنی به الله اینطور ایمانی که قرآن تشریح میکنه، به ذات الله، به صفات الله، به افعال الله. اما قسم که قرآن تشریح کرده، اما قسم عقیده را باید انسان داشته باشه. ایمان به الله می تقاضا را داره. اما در 60 سال عمر کسی کلمه طیبه را برای ما تشریح نکرد. کسی ما را نگفت که ایمان نواقص داره. توسط اینی امر ایمان از بین میره، انسان مومن باقی نمیمانه. بس مسلمان میراثی باقی ماندیم. پدر و مادر نماز خوانده، قطعی دولچه آب وضو کرده. ما سوال نکردیم که به الله چطور عقیده داشته باشیم، الله را چطور بشناسیم. امروز مردم الله را نمیشناسه که الله کدام ذات است، توحید نمیشناسه. اما مردمایی که در رأس تعویض دادن است و نمیشناسه. شما ببینید که مسئولیت علما در جامعه چقدر است و مسئولیت خود ما. نه علما بیان کرد و نه خود ما. تمام روز پشت دنیا از صبح دویدیم، از 4 بجه تا 11 بجه شب. خب در پشت دین خود ندویدیم. الله از پیشت سوال میکنه و من ربک، ربت کی بود؟ رب معرفی کرده میتونی یا نمیتونی؟ اول امر قولوا آمنا بالله. کسی که به ملت ابراهیم است بگوی که ما ایمان به الله داریم و ما انزل الینا، و به او کتابایی که نازل کرده شده به سوی ما. هر کتابی که از طرف الله بالای ما آمده مکمل سری از او عقیده داریم. و ما انزل الی ابراهیم، با او کتابی که نازل شده به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام. و ما اوتیا، با او کتابی که داده شده به موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. و ما اوتی النبیون، و او کتابایی که داده شده به انبیاء علیهم السلام من ربهم، از جانب پروردگار. در هر مقطع زمان، در هر صحنه‌ای که بالای پیغمبران علیهم السلام کتاب از جانب الله آمده و امو کتاب ضابطه حیات و زندگی امو قوم بوده و بالکل حق بوده، کفایت میکرد برای رهبری بشریت و ما سرش عقیده داریم. در اینجا تفکیک و تبعیض نمی کنیم که یکی را بپذیریم و دیگر را نپذیریم. ببینید الله مذمت او قوما را به چی بیان میکنه؟ به خاطر که کتاب خدا میپذیریم، کتاب دیگر را نمیپذیریم. حالا که اردو از یک طرف الله آمده، اردوش کتاب الله است. امروز اگر تو قول امام ابو حنیفه را میپذیری، با این خاطر میپذیری، به خاطر نمیپذیری که بچه ثابت است، او نواسی زوتی است، او از افغانستان است، مردم معرفی میکنه سسترغیج کابل است، سری گپا افتخار میکنه. تو میگی این قدر قوم پرست و ملت پرست است. تو که گپی عالم قبول میکنی، از این حیثیت قبول میکنی که از کتاب الله و سنت رسول الله میگه. اگر همی گپ احمد گفته باشه، محمود گفته باشه، شافعی گفته باشه، احمد ابن حنبل یا مالک یا اوزاعی یا ثوری، هر کسی که گفته که کتاب گپ از کتاب الله و سنت رسول الله گفته، قابل قبول است. چطور یکیش قبول داری دیگه‌ش نداری؟ این کدام تبعیض است؟ او روز امی قوم ها در بین انبیاء علیهم السلام تبعیض آوردن، امروز تو مسلمان در بین علما تبعیض قائل هستی. مردم ما را میگه یا امام را قبول نداره. ما نه 4 امامه، به صدها و به هزارها امام قبول داریم. هر عالمی که آمده که قول پیغمبر علیه السلام تشریح کرده، قول پیغمبر گفته بر ما، به سر و چشم قابل قدر است، قابل احترام است، میپذیریم. از این حیثیت نه که بچه فلانی است، از فلانی جای است، یا دوستم است، یا بچه کاکایم است. از این حیثیت که گپیش موافق کتاب الله و سنت رسول الله است. امی دین است. اگر کسی خلاف از این دین معرفی میکنه، قطعا دین نیست. قرآن موضوع را برای ما بار بار تکرار میکنه.
ما از این آیت معلوم شد که کتابای الله منحصر در 104 نیست، بلکه بسیار کتاب است که الله به انبیاء علیهم السلام داده. تعیین نمیکنیم، هر قدر انبیاء علیهم السلامی که آمده و هر قدر کتبی که نازل شده ما سرش عقیده داریم. اما کتابای سابقه و انبیاء سابقه اجمال است. پیغمبر خود ما و کتاب خود ما ایمان سرش تفصیلی است. بالای پیغمبر ایمان تفصیلی است. ایره مرد میدانیم، ایره بشر میدانیم، ایره عرب میدانیم، ایره پیغمبر میدانیم. اگر از یک صفتی از یا کسی انکار کنه کافر است، از بشریت انکار کنه. امروز با علمای بزرگتان در جلسه ها میگه پیغمبر نود است، بشر نیست، سایه نداشت، نعوذ بالله. عجیب است. از ایره مکابره مردم میگه آفتاب برآمده بازم بگوی که نه تاریک است. عجیب نیست؟ این چه رقم علماست؟ قرآن خودش میگه انما انا بشر مثلکم. کسی که مرد بودن پیغمبر منکر شوه کافر، عرب بودنش منکر شوه کافر، رسول بودنش منکر شوه کافر است. چرا؟ آخری پیغمبر بودنش منکر شوه کافر است. ایمان سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفصیلی است. اما کمال باید آدم عقیده داشته باشه. قرآن سری قرآن ایمان تفصیلی است. هر حکم جزئی قرآن باید تو تفصیل کنی، او وقت تو مؤمن میشی. اگر یکیش که موافق نفسیت است، هوای تصویر میپذیری، باز حکم دیگه ش نمیپذیری، باز مؤمن خدا نگو. این بسیار مهم مسئله است. قرآن رد میکنه تفرقه بازی را. لا نفرق بین احد منهم. ما در بین پیغمبران علیهم السلام اجن و جدایی را نمیکنیم. کلگی پیغمبرانی کیست؟ الله روان کرده. ما ایتو نمیکنیم که یکیش بپذیریم دیگهش رد بکنیم. ای یهود و نصارا، شماستی که یک پیغمبر میپذیری و دیگر قتل میکنی. ای یهود، شما انبیاء علیهم السلام قتل نکردی؟ در مورد عیسی علیه السلام تصمیم اعدام نگرفتی؟ چطور شما دعوا داری که یهودیت این دین هدایت است؟ این دین هدایت نیست. دین هدایت اوست که هم انبیاء را معلمین یک مکتب واحد میدانه و فقط آمدن شاگردان را تربیت کنه، انسانها را بسازه. دیدیم که انبیاء علیهم السلام برای تعلیم انسانیت آمده بود، به انسانها انسانیت تعلیم میداد. کلشان یکسان است. و نحن له مسلمون. ما خاص به الله تسلیم هستیم، خود شما خاص به الله تسلیم نیستید. مشایخ و ارباب و علمایتان نعوذ بالله به خود رب جور کرده، او را حکمش به مثل حکم الله دانسته، حلالش حلال و حرامش حرام دانسته. از امو خاطر است در اینجا بسیار سخت حالت است که ما اگر یک کسی یک چیزی را حلال بگه اما در شریعت او حرام باشه یا در شریعت حلال باشه، یک کسی او را بگه حرام است، این نعوذ بالله شرک در تشریع است. یعنی در قانونگذاری الله شرک ورزیدی. چرا کسی دیگری رم حق دادی که بله حلال و حرام میتونه. امروز ببینی مریدا را سوال کنی که پیر صاحب برش بگه در ترجمه قرآن نرو، در عمر قدم نمیمانه بلا دلیل بیچون و چرا. سخنش میپذیره، نمیگه که چرا در ترجمه قرآن نرم، در کتاب الله چطور من نروم. خیر پرستش چی را میگه؟ الله بودن معبود جور کردن چی را میگه؟ کسی درک بکنه این واقعیت را بفهمه که یقینا ایخو معبود قبول کردن است. نعوذ بالله گپش بیچون و چرا بپذیر، دلیل ندار، فقط او مرا گفته چرا نمیری؟ او مرا گفته. الله و نحن له مسلمون. ما خاص برای الله تسلیم شده هستیم، یعنی در عبادت خالص برای الله می سازیم. شما یهود و نصارا طور نمیکنه. فان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. کسانی که در زمان پیغمبر علیه السلام شاگردای مستقیم پیغمبر است، این مردم چی امتیازی داره؟ به نزد الله چی مقام و منزلتی داره؟ این کدام مردم است؟ قرآن برای ما ای را معرفی میکنه که مردم ایمانشان معیار صحت ایمان شماست، عملشان معیار صحت عمل شماست، عقیدهشان معیار صحت عقیده شماست. اگر عقیده شما مثل عقیده صحابه شد، عمل شما مثل عمل صحابه شد، راهیاب میشه، در غیر از او راهیابی نیست. قرآن مقام و منزلت صحابه را بیان میکنه و چرا نباشه. کسایی که در رده اول، در مرحله اول از جان مال از همه زندگی خود تیر شدن، پشتیبانی و مساعدت و کمک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امروز ما یک کسی که حق بیان میکنه نزدیک شده نمیتونیم که مردم ما را وهابی نگوید. همین کلمه را میگه میترسیم. در یک مجلس یک ملا صاحب بود، از ما دور میگریخت. من نزدیک میشدم که خطش دست بدم، پسان فکر کردم که مردکه به خاطر خود یک طرف میزنه که مقتدیایش قطش است. ولی اگر به ما دست بده مقتدیایش را میگه که تو خام قطعی از او شناس داری.
صحیح کنی. حالی الحمدلله یه عقیده خیلی عام شده، کابل فرا گرفته، زن مرد کلگی آگاه شده که دین چیسته. مهم مرحله اول است. در مرحله اول کسی باشه مبارزه بکنه، در میدان بره، خونی خود، جانی خود، مالی خود، هر چیزی خود در خطر بندازه. صحابه کرام خصوصا اون صحابه که در ردیف اول و در ردیف اول و در مرحله اول با پیغمبر علیه السلام همگام است. شما تاریخ صحابه را یک دفعه مطالعه بکنید، چه ظلم ها و چه شکنجه ها را ندیدن. بسته نشدن در شترا، در اسبا زیر پای اسبا نشدن و سنگای گرنگ در عین آتش سوزان سرشان چپه نمیشد. داغای یک صحابی که دامن خود بالا میکنه که پشتش یک دم چربو بیخی کشیده شده، پوست باقی نمانده. این حالت ها را او مردم گذرانیده. الله تبارک و تعالی امی مقام برش داده، امی مقام برش داده که عقیده از ما معیار صحت عقیده ماست. تا وقتی که عقیده ما مثل عقیده صحابه نگرده، عقیده ما صحیح نیست. امروز علمای پیدا میشه سر استوا علی العرش که الله سر عرش برابر شده، سر ازی مناظره داره، سر ازی یا خود عالم هم میگیره یا خود امام مردم هم میگیره. به الله قسم اگر تو عقیده را نداشته باشی مسلمان گفته نمیشی. تو این عقیده صحابه کرام بود که الله تبارک و تعالی سر عرش برابر است. این عقیده سلف است. بیا از اول تا آخره مردم تالی را شما باور به الله بکنی. علمای حنفی است عقیده حنفی را نمیفهم. شرح عقیده تحاویه را که کتاب بزرگ احناف است و حتی کتاب مدرس، یعنی تدریس میشد در کل مذاهب. مالکی مذهبام همی کتاب میخوانه، شافعی مذهبام میخوانه، حنبلی مذهبام میخوانه، حنفی مذهبام میخوانه. امام طحاوی رحمه الله متن ازیر جور کرده بنابر عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ابن ابی العز رحمه الله یک عالمی با انصاف حنفی است، او تشریح کرده. ملاهای ما تالی را کتاب حنفی را نخوانده بیچاره. چی را میخوانه؟ ابوالمنتهی را میخوانه. در ابوالمنتهی چی بیان شده؟ توحید ربوبیت، الله مالک است، الله رازق است، الله تدبیر مخلوقات کرده. اگر توحید میگه باشه، مشرکین مکه هیچ کدامش کافر نیست، کلشان قائل بودن که الله مالک است، الله رازق است، الله عزت دادنی است، الله ذلت دادنی است. باز هیچ گپ نزا نبود. نزا در توحید عبادت است. توحید عبادت که عبادت خاص برای الله باشه، آواز دادن، نظر کردن، تلاوت، نماز، حج، قربانی، همه گپا این مخصوصی الله تبارک و تعالی باشه. نزای انبیاء علیهم السلام قطعی قومش سری نمی موضوع بود. امروز همو یاد نمیشه. در کتابای عقاید ما توحید عبادت یاد نمیشه، تشریح نمیشه، مردم درک نمیکنه که کدام است. فقط الله را خالق بدانیم. کافرام الله را خالق میدانه. در دنیا کم طایفه پیدا شده که الله را خالق ندانه. کلگی میدانه که الله خالق است. خب چی رقم خالق است؟ مستحق عبادت است یا نه؟ مستحق حاجت خویی است کی شوه؟ مشکل کشا کیست؟ حاجت روا کیست؟ اولاد کی میده؟ ما این نمازها و عبادت ها را برای کی میکنیم؟ این برات واضح شوه، اون وقت برات واضح میشه. الله تبارک و تعالی عمل صحابه را معیار قرار داده، عقیدهش معیار قرار داده. امروز طایفه ها از تلویزیون نشر میکنه که صحابه کرام مرتد شده بودن، نعوذ بالله، با پیغمبر خیانت کردن، خلافت غصب کردن، نعوذ بالله. وحی شده بود که بعد از پیغمبر خلیفه علی رضی الله عنه باشه، لیکن غاصبین او را غصب کردن. بیای عجیب است. آیا ابوبکر رضی الله عنه از مال خود تیر میشه از جان خود به خاطر خلافت؟ عمر از جان خود تیر میشه از مال خود به خاطر خلافت؟ اما صحابه که هیچ دنیا را خوش نداره، بازور مردم او را مقرر میکنه که سرپرستی بکو، او مردم تو غاصب بگو. تو چطور مسلمان هستی؟ چطور عقیده داری؟ این افغانستان است، آمدن مردم مسلمان هستی، بله. در تلویزیونا مردم ها باز فتوا میده، نکاح پروا نداره، نکاح پروا نداره. در قیامت میروی اونجا باز از پیشت سوال کرده میشه که بله نکاح به او کسی که به ابوبکر و عمر رو غاصب بگویه، ظالم بگویه، جبت و طاغوت بگویه، به او تو آدم نکاح درست است یا نادرست است، برای تو باز معلوم میشه. فاین آمنو، اگر این مردم ایمان آوردن، به مثل ما آمنتم، با مثل او ایمانی که شما آوردی، بهی به او چیز، با کدام کتاب و با کدام روش و شریعتی که شما آورده، اگر یا ایمان آوردن، یعنی در تمام چیزایی که ایمان ضروری است یا ایمان آوردن، فقد اهتدوا، اونجا باز هدایت یافته میشن. در غیر از او هدایت وجود نداره. بعضی مردم خدا فریب میدن، میگه البته ما نماز خواندیم بس مؤمن هستیم. نه، فمن یؤمن بالله
فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طاغوت انکار بکو، طاغوت نفی بکو، طاغوت نفی بکو، بگویی یک چیز نیست، نه حاجت رواست نه قابل عبادت است، بعد از او ایمانت صحیح میشه.